الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. وبعد، الله متعال را بنهایت سپاسگزار هستیم و تشکری میکنیم برای همه نعمات خوب و نعمات زیبایی که پروردگار عزوجل نصیب ما و شما نموده. عزیزان من، انسانیت و آدمیت و شرافت و کرامت برای انسان که در حفظ می باشد و برای انسانیت و آدمیت که ارزش دارد او در پرتوی همکاری و تعاون برای یکدیگر می باشد. الله متعال در سوره مائده چقدر زیبا بیان می کند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. صدق الله العظیم. ای انسانها و ای بندگان الله متعال، شما بر یکدیگر تعاون داشته باشین، شما یکدیگر را همکاری و مدد بکنین و دست یکدیگر را بگیرین. عزیزان من و نمازگزاران بی نهایت عزیز، در اینجا می بینیم که در این شب و روز گروه گروه برادران مهاجر ما و برادرانی که از همین وطن هستند و از همین کشور هستند، آنها دوباره به وطن خود باز می گردند، در حال بازگشت به وطن خود قرار دارند. اینجا همان مسئولیت ما مردم و همان مسئولیت ما انسانها در قبال برادرانمان، در قبال خواهران و مادرانمان، پدرانمان چی هست؟ و باید هر انسان مسلمان به همان جایگاهی که هست، به همان اندازه توانایی که دارد، اگر دکاندار هستیم، اگر تجار هستیم و اگر صاحب شرکتی هستیم و اگر کسانی دیگری به هر شکل و به هر نحوی که دارای توانایی و کمک جانی و مالی هستیم، نباید از برادران مسلمان خود و مهاجر خود دریغ بورزیم. عزیزان من، در اینجا می بینیم که این برادران ما و شما گروه گروه در حال آمدن به وطنمان هستند. اینها در حال داخل شدن و بازگشت به وطن و به خانه هایشان هستند. نباید ما از خانه های خود تماشا بکنیم، نباید ما از دور تماشا بکنیم و رنج و مشقت و مشکلات برادران مهاجر خود را نظاره‌گر باشیم و مشاهده بکنیم و هیچ عکس العمل نشان ندیم. می‌بینیم که کشورهای همسایگی ما متاسفانه آنقدر دوستی و محبت از خود نشان نمیتن. بعضی ها را با زندان کردن، بعضی ها را با لت و کوب کردن مجبور میکنن که به کشور خود باز بگردن. حالا این برادرانی که با یک عالم وجود افسرده و خسته و ناامید به کشور میآیند و از خانه و کاشانه هیچ خبری نیست و از زندگی آیندهشان هیچ ضمانتی نیست، اینها با یک عالم پریشانی و اشک حسرت بر رخسار به وطنشان بازگشتن. مسئولیت دولت ما، مسئولیت امارت اسلامی ما و مسئولیت ما ملت غیور و مجاهد پرور افغانستان در قبال این دوستان و برادرانشان چی باشد؟ الله متعال چقدر زیبا بیان می کند: و تعاونوا علی البر والتقوى. ای مسلمان ها، شما یکدیگر را تعاون بکنین، مدد بکنین. و اگر برادری مهاجر ما که به وطن باز میگردد و باید برادرانی که رهنمایی معاملات دارن، برادرانی که از خود خانه و زندگی دارن، باید دست این مهاجران گرفته شود، دست این برادرانمان گرفته شود. درست است اگر کرای خانه 15,000 است بیاوریم به 8,000، اگر 8,000 است بیاوریم به 5,000، تا که آن برادر مهاجر ما که به وطن خود آمده چند سبای بتواند با یک لبخندی زندگی بکند، تا بتواند تا یک وظیفه و یک مصروفیت و
یک اشتغالی که برش پیدا می شود بتواند با اطفال و زن و فرزند خود زندگی خود را براحتی سپری بکند چند سوایی که هست. ولیکن متاسفانه بعضی از ما مردم آنقدر بی انصاف می شویم که به خاطر 2000 و 5000 این که در جیبمان برسد و ما دفتر راهنمای معاملات داریم، خانه برادران و سرمایه‌داران به نزد ما آمده تا که به کسان دیگر به کرایه بتیم، در اینجا باید بی انصافی را از بین ببریم. به خاطر اینکه 2000 به دیگری می رود، 2500 به جیب ما می آید، به خاطر کمیشنی که هست ما بر سر این برادران خود فشار می آوریم. و برادر مهاجری ما و مادری که تنها هست و هیچ کس با اون ندارد و هیچ کس با خودش نیست، به خاطر اینکه یک خانه کرای مناسب برش پیدا شود، دروازه به دروازه می گردد، کوچه به کوچه می گردد، دکان به دکان می گردد، ولیکن هیچ کس صدای او را نمی شنود. اینجا باید اگر تو برادری که انصاف داشته باشی و اگر تو برادری که غم و درد خواهر مسلمان در وجودت باشد، تو باید بیان بکنی که خیر است 2000 از جیبی خود ما میتم، خیر است صاحب خانه را عذر میکنم تا 2000 معاف بکند، 5000 معاف بکند، خیر است مفت و رایگان بشین. صاحب خانه غیر از این خانه 10 خانه دیگر دارد، 20 خانه دیگر و 100 خانه دیگر و بلند منزل ها دارد، با آنها گذرانش می شود. خیر است مادر جان، خیر است پدر جان، به خاطر 2 ماه و چند ماهی که چند سبایی که هست تو در این خانه مفت و رایگان زندگی بکن، ولیکن دنبال یک وظیفه و یک مصروفیت هم بگرد. الله متعال اینجا بیان میکند که و تعاونوا علی البر و التقوی. این چقدر زیبا هست که شما همدیگر را کمک بکنین و همدیگر را تعاون بکنین بر تقوا و بر کارهای نیک و کارهای پسندیده. الحمدلله مردم مجاهد پرور افغانستان انسانهای خیری هستند، انسانهای با خدا و با تقوا و با انصاف هستند. بیاین دوستان عزیز دست به دست همدیگر بتیم، از مشکلات و از دردهای این برادران مهاجرمان چیزی را کم بکنیم. آن غمها و آن خستگیها و افسردگیهایی که بر شانه هایشان افتیده و آمده، این خستگیها را از شانه هایشان کم بکنیم، مشکلات را از آنها کم بکنیم، دست کمک و تعاون به طرف آنها دراز بکنیم تا که مشکلات و خستگیها را از آنها دور داشته باشیم. الله متعال چقدر مهربانی میکند و چقدر زیبا بیان میکند. هر انسان مسلمانی که مشکلات و سختی های برادر مسلمانی دیگرش را رفع بکند، از بین ببرد، الله متعال در فکر از بین بردن مشکلات تو برادر می شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر زیبا بیان می کند و من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. کسی که در فکر این باشد که یک سختی و یک مشکل را از بالای شانه برادر مسلمانش یک طرف کرده باشد، آن بار سنگین روزگار و آن بار سنگین خستگی و افسردگی را از بالای شانه و از ذهن و فکر برادر مسلمان و خواهر مسلمانمان یک طرف کرده باشیم، یقین بکنین که الله متعال مشکلات دنیا و آخرت ما را حل می کند. این افسردگی ها و این خستگی ها و این مشکلاتی که متاسفانه در مابین ما امت اسلامی آمده، این به خاطر است که ما فقط در فکر خود هستیم، در فکر خواب و خور هستیم از خودمان که فقط خودمان راحت باشیم. حضرت اقبال لاهوری سے بیان می کند که انسانها به نوع زندگیشان در جامعه و اجتماع به 3 قسم تقسیم می شوند. بهترینشان کسی هست که در فکر خود و در فکر مردم بوده باشد، نه اینکه ما فقط در فکر خود باشیم و زندگی خود را ترتیب و تنظیم کرده باشیم، دیگر برادران و هم نوعان و مسلمان دیگر را فراموش کرده باشیم. این انسانیت نیست، این کرامت نیست و این همان وظیفه اصلی و خلقتی یک انسان مسلمان نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر زیبا بیان می کند. مسلمان کامل کسی هست، مؤمن کامل کسی هست
که در فکر از بین بردن مشکلات برادران مسلمان خود بوده باشد. هیچ انسانی به تنهایی خود کامل نیست. هیچ انسانی به تنهایی خود به خوشبختی نمی رسد مگر اینکه ما کنار خود قرار بگیریم، مگر اینکه ما کنار خود قرار بگیریم و مشکلات خود را با هم حل بکنیم. با یک گل بهار نمی شود، با یک دست صدا بیرون نمی آید. ما باید کنار یک دیگر قرار بگیریم. تو مشکلی مرا حل می کنی و من مشکلی تو را حل می کنم. اینجاست که دوستان عزیز اخوت، همدردی، برادری به وجود می آید. اینجاست که همان تعاون حقیقی که در اسلام است او به وجود می آید. یکی از نمونه های بسیار بارز و زیبایی که ما تعاون را مشاهده کردیم، همدردی و کمک را مشاهده کردیم در ماه مبارک رمضان است. و یکی از پیام های مهمی امیر المؤمنین حفظه الله تعالی این هست که ای مسلمان ها، شما اسلامیت خود را تنها بر رمضان بسته نکنین، گره نکنین، که فقط در ماه مبارک رمضان شما خوب تعاون داشته باشین، خوب کمک داشته باشین. بعد از ماه رمضان هم انسانیت ها پابرجا بوده باشد. بعد از ماه مبارک رمضان هم این اسلامیت ها و ایمان ها قوی بوده باشد. ما دست همدیگر را بگیریم، همدیگر را تعاون و کمک داشته باشیم. امروز که آن برادر مهاجر و آن برادری که دوباره به کشور خود واپس برمیگردد و هیچ زندگی و هیچ آینده و هیچ دارایی و هیچ خانه و کاشانه از خود بجای ندارد در این وطن، او چه کار کند؟ با کجا سر بزند؟ اینجا آمده است به خاطر امیدی، به خاطر این که در این وطن برادران دارد، به خاطر که در این وطن دولت اسلامی دارد، به خاطر که در این وطن کسانی دارد که دست تعاون و کمک به طرف او دراز میکنند. به این امید به این کشور باز میگردد، به این امید به این وطن بازگشته که در افغانستان و در وطن قوم و خویش و برادران دینی دارم. برادران دینی آنقدر ارزشمند هستند و آنقدر صمیمی و آنقدر گرامی هستند که در روز قیامت یکی از دیگر شفاعت میکند. سبحان الله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه منوره هجرت میکند، وقتی که به مدینه منوره میرود، انصار از مهاجرین چقدر استقبال میکنند. انصار آماده میشوند که حتی زندگی و فامیل خود را به خاطر برادر مهاجری خود زندگی خود را دو تقسیم میکند. زندگی خود را برای برادر مهاجری خود در اختیارش قرار میدم که ای برادر مهاجر، الله برای ما توانایی داده، الله برای ما سرمایه داده، الله برای ما زندگی بسیار مرفه و زیبای داده. زندگی خود را دو تقسیم میکنم، یک تقسیمش از تو باشد، تقسیم دیگرش از ما. ولیکن برادری مهاجر چقدر زیبا بیان میکند، نه خیر، الله برای ما همت داده، الله برای ما بزرگی داده، فقط بازار و شهر را برای ما نشان به تو ای برادر انصار، تا که ما با عرق جبین و با آبروی کف دست خود زندگی خود را برابر میکنم. و حتی برادر انصار برای برادر مهاجرش که زندگی هیچی ندارد و در مکه همه را رها کردم به خاطر دین الله متعال هجرت کرده و به مدینه آمده، بیان میکند من 2 زن دارم، یکی را طلاق میکنم، رها میکنم، بعد از سپری شدن عده‌اش میتونی با او ازدواج بکنی. تا این دم برادر باید در فکر برادر مسلمانش باشد، احساسی آرامش بکند، احساسی امنیت بکند، با این فکر بکند که کنار ما دوستانی هست، برادران دینی و اسلامی هست که نمیگذارند که ما احساسی خستگی و افسردگی بکنم. حتی میبینیم صحابه کرام چنان برادر وارانه زندگی میکنن. شبی از شبها میبینیم که در خانه یکی از صحابه کرام بزی ذبح می شود تا امشب یک گوشت نوش جان کرده باشند و کلو پاچه گوسفند را این خانه و این صحابه کرام و این بزرگوار روان میکند به دست فرزندش به خانه همسایه.
که ببر می شود که این همسایه امشب گرسنه باشد، ببر تا او هم امشب یک چیز نوش جان کرده باشد. با او خانه همسایه که میبرد، او همسایه بیان میکند الله امشب برای من یک چیز نصیب کردم، ببر به خانه همسایه دیگر. و این گوش در 7 خانه دور میخورد، باز میآید به همین خانه اول. این هست احساس برادری، این هست احساس اسلامیت و ایمانیت یک انسان مسلمان در قبال برادران مسلمان خود. این که هرچه که ما خوردیم، این که هرچه که ما نوش جان کردیم، این به خاطر خودمان هست. این به خاطر هست که ما خودمان زندگی را سپری بکنیم، ولیکن به خاطر آخرتمان چی کردیم؟ ای بشر از چی گمان کردی که دنیا مال توست؟ ورنه پنداری که هر لحظه اجل دنبال توست. هرچه خوردی مالی مورو، هرچه هستی مالی گور، هرچه داری مالی واریس، هرچه کردی مالی توست. این چقدر زیبا هست. این که هر قدر ما خود را فربیه بکنیم، این هر قدر که ما خود را چاق و فربیه داشته باشیم، این فقط به خاطر قبر است و به خاطر گور است و به خاطر مور و به خاطر عقربها و مارهایی که در قبر قرار دارد. از خود فکر بکنیم چی به جای گذاشتیم؟ نامی نیک، زندگی نیک، آبروی نیک، دست خیر، فکر خیر و یک کار خیر و یک مؤسسه خیریه که از خود به جای میگذاریم. این دنیا یک دنیای فانی هست، این دنیا یک رهگذر هست، این دنیا یک موضوع و یک موقعی هست که الله متعال به خاطر امتحان ما را خلق کرده، تا که الله متعال ببیند که کدام از ما انسانها از خود کار خیر به جای میگذاریم، از خود اعمال خیر و اعمال شایسته به جای میگذاریم. چرا امروز متاسفانه در مابین امتان اسلامی تعاون و همکاری رنگ خود را از دست دادم؟ آن صبغه زیبا و آن صبغه بسیار خوب و رنگ بسیار تازه‌ای که داشت، چرا او را از دست داده؟ امروز ما مردم مسلمان و ما امتان اسلامی که متاسفانه آنقدر دیگر شعارهای ما تأثیر ندارد، آنقدر دیگر زبان ما تأثیر ندارد. و این خاطر است که ما در فکر خود هستیم، و این خاطر است که ما نگاه میکنیم طرف برادر مسلمانمان که در دشت و بیابان از گرسنگی مینالد، ولیکن سفره‌های رنگارنگ را ما کشیدیم. برادر مسلمانمان، خواهر مسلمانمان لباس برای پوشیدن ندارد، ولیکن ما هر روز یک جور لباس و هر روز لباس های قیمتی به خاطر فامیل و خانواده های خود خریداری میکنیم. اینجاست که دیگر زبان ها تأثیر ندارد، اینجاست که دیگر کلمات، آن کلمه هایی که باید تأثیرات داشته باشد، آن تأثیرها از ما بین رفتم، دیگر آن کلمات تأثیر ندارد و از خود تأثیر به جای نمیگذارد. چرا؟ چون نفسها آلوده شده متاسفانه. چرا؟ به خاطر که دیگر ما در فکر این اسلام و در فکر برادران مسلمان و مؤمنین نیستیم. فقط گفتیم خودمان خوش باشیم، فقط گفتیم خودمان سیر باشیم، فقط گفتیم خودمان لباس داشته باشیم. به این فکر نبودیم که اگر 2 تا لباس داشتم یکی را قربان برادر مسلمان دیگر بکنم. متاسفانه امروز در خانه های ما موترهای مختلف و گوناگون 4 تا و 5 تا و حتی زیادتر خوابیده هست و هر کدام را به خاطر اوقات مشخص و به خاطر زمانه های مشخص و معلوم از خانه میکشیم به بیرون. یکی به خاطر روز جمعه هست، یکی به خاطر شب پدر هست، یکی به خاطر روز مادر هست، یکی به خاطر روزهای دیگری هست. اگر 2 تا را به فروش برسانیم و مشکل یک برادر مسلمان خود را حل کرده باشیم، چقدر زیبا هست. اگر به فکر آخرت خود بوده باشیم عزیزان من، که الله متعال بیان میکند که اگر تو مشکل برادر مسلمانت را در دنیا حل کردی، چون در روز قیامت پروردگار عز و جل به پیش بنده اش بیان میکند ای بنده ام، گرسنه شدم برای من نان ندادی، مریض شدم مرا خبر نگرفتی، تشنه شدم مرا آب ندادی، لباس نداشتم مرا لباس نپوشاندی. بنده طرف الله نگاه میکند که یا رب تو خو پروردگار ما هستی، تو خو مبرا و پاک هستی،
چگونه گرسنه میشوی؟ چگونه لباس نیاز داری؟ الله متعال بیان میکند آن بنده ایم که لباس نداشت، تو خوب خبر شدی که او لباس ندارد. اگر میرفتی او را لباس میپوشاندی، رضایت مرا اوجا حاصل میکردی. بنده امنان خوردنی نداشت، اگر میرفتی مشکل او را حل میکردیم، رضایتم و همان جنت مرا در نزد او بنده ام پیدا میکردی. بنده ام مریض بود، خوب خبر شدی که بنده ات مریض است، فلانی انسان مریض هست، ولیکن نرفتی از او عیادت نکردیم. اگر میرفتی عیادت میکردیم، رضامندی ما و جنت مرا در نزد او بنده ام حاصل میکردی و به دست می آوردی. دوستان عزیز، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اگر این دنیا همیشگی می بود، اگر این دنیا جاویدانه می بود، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم می بود. چون حضرتی رسول خدا در جهان نماند، کس را چی اعتماد به نابود بودنی است؟ سعدی در این قفس کی توان داشت مرغ را؟ روزی قفس شکسته و مرغش پریده نیست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله برش بیان میکند که درهم و دینار میخواهی؟ اگر میخواهی کوی احد را برات طلا و نقره جور میکنم. اگر میخواهی کوی احد را برایت درهم و دینار جور میکنم. ولیکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت سرانجام چی می شود؟ اخیر چی می شود؟ اخیر هم وفات کردن است. نه خیر یا الله، اینها همه را به قیامت ذخیره کردیم. اینها همه ناز و نعمت دنیایی که باید نصیبم می شد، خدایا او را به جنت واگذار کردیم که در جنت برم به درد بخورد، در جنت از ما شود. عزیزان من، بیاین که دقیق باشیم، به خاطر قیامت من تلاش بکنیم، زحمت بکشیم، مشکلات برادر مهاجران خود را حل بکنیم. الله برمان 10 تا خانه داده، الله برمان بلند منزل ها داده. خیر از چند تای او را رایگان در خدمت این برادران قرار بدیم، چند تای او را رایگان به خاطر رضامندی الله متعال، به خاطر این قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بیان کردم، مهربانی نمودم. کسی که مشکل برادر و خواهر مسلمان خود را در دنیا حل بکند، الله متعال مشکلات دنیا و آخرت او را حل می کند. حساب و کتاب آخرت آسان صورت می گیرد. بیاین که به خاطر محبت و ایمانداری که داریم با این برادران مهاجرمان آسانگیری بکنیم تا الله متعال هم برای ما آسانگیری بکند. عزیزان من، یک کلمه اخیری که بیان بکنم، موضوع را جمع میکنیم. این که دوستان عزیز، اسلامیت و آدمیت در تعاون و همکاری و مدد هست. انسانیت قدرش آنجا حفظ می شود، ایمانیت و بشریت عزت و جایگاهش آن وقت حفظ می شود که ما دست تعاون به برادران خود دراز بکنیم، دست نوازش بر سر ایتام کش بکنیم، آنها را به آغوش بگیریم و دست آنها را بگیریم، آنها را نوازش بتیم تا شود که رحمت و نوازش الله متعال هم از آن ما و شما گردد. الله متعال برادران مهاجری که داریم به خیر و به سلامت به وطن باز بگردن. الله متعال برای همه ما هم احساس همدردی و احساس کمک نصیب بگرداند و پروردگار عزوجل برادران مهاجری که هستند که در کشورهای دیگری و بیگانه و همسایه که زندگی میکردن، الله متعال آنها را با یک عالم صحتمندی و سلامتی و با لبخند و با آغوش باز و یا الله متعال با یک عالم صحتمندی و تندرستی با وطن باز بگرداند. ان شاء الله که دولت اسلامی، امارت افغانستان و دولت افغانستان هم با یک عالم آغوش باز در استقبال این هموطنان ما قرار دارد. الله متعال برای همه ما و شما عزتمندی دنیا و آخرت نصیب بگرداند. سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک برحمتك یا ارحم الراحمین.